کمیته تفتیشات روسیه روز 27 آگوست سال 2023 رسما علاقت اساسگذار و رهبر شرکت خصوصی حربی چویکا واگنر یوگنی پریگوژن را در نتیجه سقوط هواپیمایش تصدیق کرد. هواپیمای تمغه امبرایر که پریگوژن و دیگر فرماندهان واگنر در روی خط مسافرانش بودند، شام 23 آگوست سال 2023 در حدود ولایت تور سقوط کرد و همه 7 مسافر و 3 عضو اکیپاژ آن به هلاکت رسیدند. سوتلانا پترینکا رهبر خدمات مطبوعات کمیته تفتیشات روسیه در یک اظهارات گفت سراسر تفتیشات کمیته تفتیش پرونده جنایتی در رابطه با سقوط هواپیما در ولایت تور را ادامه داده ایستاده است. در چارچوب تفتیش پرونده تشخیص‌های مولکولیروی، تشخیص‌های ژنتیکی یا دنک انجام داده شدند. بر اساس نتیجه‌های تشخیص‌ها شخصیت همه 10 نفر هلاک شده معین کرده شد. آنها بر روی خط مسافران موافق است. کمیته تفتیشات روسیه در اظهاراتش درباره علت سقوط هواپیمای پریگوژن چیزی نگفته است. در این باره فرضیه‌های مختلف از نقصان فنی تا ترکش در داخل هواپیما صدا می‌دهند و برخی آن را انتقام پوتین نامیده ادعا دارند که هواپیمای دوست دشمن شده پوتین را با موشک زده سقوط دادند. روساویاتسیا قبلا روی خط 7 مسافر و 3 عضو اکیپاژ هواپیمای شام 23 آگوست در ولایت تور سقوط کرده را نشر کرد که در بین آنها پریگوژن و تقریبا همه فرماندهان چویکا واگنر بودند. آنها همان روز از افریقا برگشته بودند. پریگوژن یوگنی، اوتکین دمیتری، پراپوستین سرگئی، مکرایان یوگنی، توتمن الکساندر، چکالوف والری، ماتوسیف نیکولای اعضای اکیپاژ، لیفشن الکسی سرخلبان، کریموف رستم پیلوت دوم، راسپوپووا کریستینا مهماندار. یادآور میشویم روز 24 آگوست پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در شرح خبر مرگ رهبر چویکا واگنر پریگوژن را یک انسان سرنوشتش مرکب و صاحبکار با استعداد نامید، ولی این را هم ذکر کرد که او به اشتباه‌های جدی راه داد. منظور پوتین یقینا شورش ماه ایون جنگجویان چویکا واگنر بود که با دوستی طولانی پریگوژن با پوتین نقطه تمام گذاشت. یادآور میشویم پریگوژن 23 ایون سال 2023 با طلب استعفای سرگئی شویگو و سردار گنشتاب گراسیموف آشوب برداشت و با نیروهایش به سمت مسکو حرکت کرد. تنها شب 24 ایون با میانروی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکا پریگوژن از ادامه آشوب دست برداشت و قرار شد که نیروهای چویکا واگنر به بلاروس انتقال داده شوند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین آن وقت از اعمال پریگوژن خیلی تند انتقاد کرد و گفته بود که هر کسی که دانسته پای برای خیانت گذاشت این آشوب را آماده کرد، دست به شانتاژ و شیوه های تروریستی زد، به طور ناگزیر جزایش را خواهد گرفت. آنهایی که این شورش را آماده کردند و به ضد همسنگران خود سلاح برداشتند به روسیه خیانت کردند و برای این پاسخ خواهند گفت.